سلام. البته به نام خدا سلام. امیدوارم که هر لحظه حالتون خوب باشه. بریم که با هم کنکور اردیبهشت ماه سال 1403 رو یه نگاه بندازیم. پارت اولش گرامر. What made him جای خالی A great diplomat was that. حالا ادامه جمله رو کاری نداریم. بچه ها ببینین A great diplomat that یه گروه اسمی داریم با یه that clause. تو that وقتی که جمله اون that داره ما میدونیم که فقط از so such میتونیم استفاده کنیم. یعنی گزینه 3 و 4 اینجا خیلی راحت رد میشه. حالا گزینه 1 درسته یا گزینه 3؟ و اینکه بچه ببینید so فقط با قید یا صفت میاد. such با گروه اسمی. دقت کنید اینجا رو. برای همین ما خیلی راحت متوجه میشیم که جواب ما گزینه 2 نیست. گزینه 2 تنها فقط با یه صفت یا یه قید میومد و جواب گزینه such هستش. یعنی گزینه 1. پس دقت کردین چی شد دیگه. بچه ها ببینین A great diplomat الان یه A داره، بعدش یه صفت داره، بعدش یه اسم داره، بعدش that داره. برای همین گروه اسمی رو تشکیل داده A great diplomat. برای همین گزینه 1 شد. یعنی ما تنها صفت یا قید نداریم. تست شماره 2. My father's younger brother, جای خالی I'm named, بچه ها ببینیم میگه برادر کوچکتر پدر من که همون عموش میشه که نامگذاری شدم، که برای او، که به خاطر اون نامگذاری شدم. در واقع ما متوجه میشیم که نیاز به ضمیر موصولی داریم. کدوم گزینه ها ضمیر موصولی دارن؟ فقط گزینه 4 و 2. گزینه 1 و 3 اصلا موصولی ندارن. ما نیاز به که داریم. رد میشن. حالا گزینه 2 یا گزینه 4. بین این دو تا گزینه میمونیم. کدوم رو انتخاب کنیم؟ بچه ها ببینیم میگه که برای او، که به خاطر اون نامگذاری شدم. خب ببین یه حرف اضافه میخواد که برای. اگه ما for رو بعد name داشتیم خیلی راحت گزینه 2 رو انتخاب میکردیم. خیلی راحت. ولی خب نداریم. پس گزینه 2 رد میشه. ما گفتیم که حرف اضافه رو یا میتونیم بعد جمله بیاریم یا قبل از ضمیر موصولی، که اینجا قبل از ضمیر موصولی آورده و جواب ما گزینه 4 هستش و درست هستش. آره دیگه. بعد خیلی راحت که برای هم حرف اضافه شو داریم هم ضمیر موصولیش رو داریم. بریم تست شماره 3. تست شماره 3 میگه که the daycare center in Berlin was closing suddenly and جای خالی. بچه ها میگه که مرکز کودکداری در برلین یا برلین ناگهانی داشت بسته میشد و به والدین اطلاعی. حالا ادامه جمله رو بیخیال. بچه ها ببینین ما یه and داریم. وقتی and داریم یعنی باید ساختار موازی داشته باشیم، ساختار همپایه‌ای داشته باشیم. was closing هم قبلش داریم، یعنی گذشته قبلش داریم. بنابراین ما بعد and هم نیاز به فعل داریم. خب گزینه 3 و 4 که اونا رو ولش کنیم. ببینیم گزینه اول has given چه زمانیه؟ زمان حاله. ما نمیتونیم از زمان حال استفاده کنیم چون نیاز به ساختار موازی داریم. گزینه 1 رد میشه. گزینه 3 و 4 میمونه. 3 و 4 هم بچه ها اصلا ساختار همپایه‌ای، ساختار موازی ایجاد نمی کنن. بنابراین گزینه 2 جواب ماست. had given. میشه مرکز کودکداری در برلین ناگهانی داشت بسته میشد و به والدین اطلاعی در کمتر از 2 هفته بدون هیچ توجیه مشخصی داده بود.
حالا تست شماره 4. If you intend to travel, please don't forget. جای خالی. حالا میگه که اگه قصد دارین سفر کنین لطفاً فراموش نکنید که زودتر. بچه ببینید forget فقط با مصدر با تو میاد یا فعل ing دار. گزینه 4 خیلی راحت رد میشه. حالا ببینیم گزینه 2 درسته یا گزینه 3. بچه ببینین اگه مفهوم فراموش نکردن کاری باشه از مصدر با تو استفاده میکنیم. اگه راجع به یه خاطره فراموش کردن کاری باشه گزینه ing دار رو انتخاب میکنیم. خب اینجا داره میگه لطفاً فراموش نکنید. داره میگه یه کاری رو فراموش نکنید. اوکی؟ پس باید مصدر با تو بیاد. از مصدر کامل هم که احتیاج نداشتیم گزینه 1 رو رد میکنیم. گزینه 2 رد میشه و گزینه 3 جواب ما هستش. بریم سراغ تست شماره 5. میگه که Had I realized what you wanted to do in that important meeting. بچه ها ببینین شرطی نوع سومه. Had I realized در واقع ایفش حذف شده و یعنی وارونه شده. اوکی؟ وارونه شده. had اومده قسمت اولش و باقی ایفش حذف شده. شرطی نوع سومه. ما برای شرطی نوع سوم would have past participle نیاز داریم. should have past participle نیاز داریم. بنابراین خیلی راحت ما میتونیم به گزینه صحیح برسیم اینجا. یعنی گزینه 1 کاملا غلطه. گزینه 3 غلطه. گزینه 2 غلطه. تنها جواب ما گزینه 4. چرا؟ چون شرطی نوع 3 و ما نیاز به ساختار would have past participle داریم. خب گزینه 4 و جواب صحیح ما. خب بریم سراغ تست شماره 6. سطح سوالم یکم سخت. بچه ها ببینین با ساختار مصدر با تو مجهولش کار داریم. میگه که امروز شغلای کمتری در دسترس هستن و لازم به ذکره که ببینین گزینه اول که برای التزامی میاد. ما اصلا ساختار التزامی اینجا نیازی نداریم. اوکی؟ گزینه اول یعنی التزامی ما نمیبینیم تو صورت سوالمون که بخوایم گزینه 1 رو انتخاب کنیم. اوکی؟ بنابراین گزینه 1 رد میشه. گزینه 2 رو دقت کنین. is been 2 تا توپی پشت سرم مگه داریم؟ مگه میشه؟ گزینه 2 هم رد میشه. گزینه 4 بچه اصلا فاعل نداره. بنابراین گزینه 3 جواب مایه. دقیقاً مجهول مصدر با تو. خب تست شماره 7 میگه why don't they go back and help fix the totally broken and crime. بچه ها ببین میگه چرا اونها بر نمیگردن و کمک نمیکنن که درست کنن اون مکانهای نابسامان و آلوده به جرم رو از اون جایی که اومدن. اوکی؟ از اون جایی که اومدن. یعنی ببین come from معنی از جای اومدن میده. خب come from از جای اومدن. یعنی در واقع ما اینجا نیاز به حرف اضافه from داریم. خب بچه ببینین و اینکه نیاز به ساختار ضمیر موصولی داریم. اگه بعد come خب عین تست شماره 2 بود فکر میکنم. بعد کام اگه فرام رو داشتیم خیلی راحت گزینه 2 رو انتخاب میکردیم. خب ولی اینجا بعد کیم، حالا اینجا گذشتشه، بعد کیم اصلا ما فرام رو نداریم. حرف اضافه فرام رو نداریم. برای همین نمیتونیم گزینه 2 رو انتخاب کنیم. تو تست شماره 2 هم گفتم حرف اضافه میتونه آخر جمله بیاد یا میتونه قبل از ضمیر موصولی بیاد. خب اینجا بعد کیم ما اصلا حرف اضافه ای نمیبینیم.
اوکی، برای همین میشه که ما میایم گزینه ها رو کم کم رد میکنیم و جواب صحیح رو میرسیم. خب گزینه 3 و 4 رو که گفتیم چرا رد میشن؟ چون که ضمیر موصولی ما نیاز داریم. گزینه 3 و 4 ضمیر موصولی برای ما ندارن. گزینه 2 هم که گفتم بچه‌ها، گزینه 2 ما from رو بعد کام نداریم. گزینه 4 درست from رو داره ولی مفهوم که به ما نمیده. بنابراین گزینه 1 جواب ما هستش. اینه دقیقاً تست شماره 2. خب تست شماره 8. The White House strategy is to have the president. بچه‌ها ببینین ما اینجا دقیقاً دقت کنین تو تستمون چیا داریم چیا نداریم. have داریم. have فعل سببیه، از جزء افعال سببی هستش. اوکی؟ یعنی have somebody do something. در واقع به معنی وادار کردن کسی به انجام کاری فعل سببی میاد. در واقع معنی اجبار کردن، معنی وادار کردن رو میده. اوکی؟ have رو داریم، somebody بعدش اومده، ما الان نیاز به فعلش داریم. بچه ها بعد have somebody do something دقت کنین که فعل ساده نیاز داریم. somebody شو داریم، do something یعنی فعل ساده نیاز داریم. گزینه ها خیلی راحت رد میشن. گزینه 4 هم داد میزنه که جوابه. گزینه 3 هم خب رد میشه دیگه، ما نیاز به فعل ساده داریم. تست شماره 9. بچه ها ببینین اول از اینکه بدونین که however اول جمله نمیتونه بیاد. اوکی؟ however اول جمله هیچ وقت نمیتونه بیاد. however بیشتر بعد از کاما میاد، بعد از نقطه ویرگول میاد. اوکی؟ یعنی نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه اول جمله بیاد. و اینکه in spite of despite نمیتونه، یعنی همراهش نمیتونه جمله کامل داشته باشه. اوکی؟ یعنی گزینه 1 despite و in spite of گزینه 4 بعدش نمیتونه فعل کامل داشته باشه. ما اینجا الان جمله کامل داریم، بنابراین خیلی راحت گزینه های رد شدهمون مشخص. آره however اگه میخواست بیاد دقیقا همونجا بعد ویرگول میومد. گزینه 3 رد شد. گزینه 1 و 4 هم که گفتم به خاطر چی رد شد؟ چون که نمیتونیم داشته باشیم اینا رو، چون که جمله کامل داریم. خیلی راحت به گزینه 2 رسیدیم. ترجمهش هم میشه که برخلاف اینکه موضوع مورد علاقه جین یا جین حیوانات اهلیه، اون از نقاشی‌های انتزاعی به عنوان روشی برای درک بیشتر خود استفاده میکنه. بچه‌ها تست شماره 10 رو دقت کنین. If you look at ببینین شرطیه دیگه. خب شرطیه تا اینجاش که اوکی. بچه‌ها ببینین گزینه اول اصلا معنی نداره، صفت مالکی رو آورده و شام فعل آورده. کو اسم اصلا کلن به کل معنی نمیده. گزینه 3 رو دقت کنین. آف میاد دوتا اسم رو به هم متصل میکنه، یعنی دوتا اسم رو به هم وصل میکنه. اصلا اسم میبینین قبل آف؟ نه. آره دیگه، برای همین گزینه 1 رو رد میکنیم. گزینه 3 هم رد میکنیم. گزینه 4 هم بچه ها رد میشه. چرا؟ چون دت آورده. ما راجبه ویدیوها، راجبه فیلمها، ویدیوها جمع صحبت کنیم. دت مفرده، یعنی اگه شکل جمع دت بود برای همین گزینه 4 درست بود، ولی خب اینجا راجبه مفردش صحبت کرده، بنابراین گزینه 4 رد میشه.
خب گزینه 4 هم که رد شد، گزینه جواب ما گزینه 2 هستش. خب ببینیم دوباره میگم. گزینه 1 که کلا صفت ملکی بدون اسم اومده، غلط. گزینه 3 بچه‌ها اول از اینکه بعد کاما نمیاد، اصولا بعد کاما نمیاد، و اینکه اگه بیادم دوتا اسم رو به هم متصل میکنه که اسمی نمیبینیم قبلش. 4 هم که گفتم راجع به ویدیوها صحبت میکنیم که خب غلطه. راجع به جمعش، یعنی اگه دت جمعش میومد خیلی راحت گزینه درستمون گزینه 4 بود. بنابراین گزینه 4 هم غلط شد و جواب ما گزینه 2. بریم برای تست شماره 11. بچه گزینه هاش دقت کنید. list التزامی سازه بچه ها، و اینکه باید simple verb بیاد، یعنی فعل ساده بیاد. چه verb اینطوری آره دیگه، باید شکل ساده فعل بیاد. گزینه اول بچه ها نگاه کنین، list are they. اصلا چرا باید قبل، یعنی چرا باید فعل رو اول بیاره و بعدش ضمیر فاعل رو بیاره؟ قاطی کرد. گزینه 1 به خاطر همین رد میشه و اینکه آره دیگه رد میشه. گزینه 2 رو حالا دقت کنین، اینجا اصلا فاعلی ما نمیبینیم، فاعل نمیبینیم. آره دقیقاً فاعل نمیبینیم، و اینکه خب شکل ساده فعل نیست دیگه. اگه مثلا فاعلی داشت اوکی بود یعنی، ولی خب اصلا فاعلی ما اینجا نداریم. گزینه 2 هم رد شد. حالا گزینه 4 هم رد میشد که فاعل نداره. جواب گزینه 3 هستش. دقیقاً همه چی سر جاشه دیگه، فاعل داره، فعلمونم که. خب تست شماره 12 میگه که if the blood was still fresh، میگه که اگه خون هنوز تازه بود that meant به این معنی بود که قتل جای خالی taken. میگه که مدت زیادی در گذشته اتفاق افتاده بود، یعنی در واقع راجبه یه عامل، یه چیز منطقی داره صحبت میکنه. وقتی راجبه همچین چیزی صحبت میکنه، راجبه یه سری از شواهدها صحبت میکنه، ما must have میاریم. must have past participle هم که داریم، taken رو هم داریم. بنابراین خیلی راحت ما اینجا به گزینه درستمون رسیدیم و جوابمون گزینه 4 هستش. خب اینم از تست شماره 12 راجع به شواهد داشت صحبت میکرد. تست شماره 13 بچه ها ببینین داره too young. دقت میکنین I took a class with him when I was in college but I was too young. ما وقتی تو رو داریم میتونیم از مصدر با تو استفاده کنیم. گزینه 4 رد شد، گزینه 3 هم رد شد. ING داره دیگه، ING داره گزینه 3. حالا گزینه 1 جوابه یا گزینه 2؟ بچه ها اینم در نظر داشته باشین که بعد از what ما ساختار سوالی نداریم، ساختار سوالی نمیتونیم داشته باشیم. what was he یا what he was. خب مشخصی که گزینه 1 اصلا کلا سوالی شده، بنابراین جواب ما گزینه 2 هستش. به همین راحتی، دقیقاً به خاطر همون was he که نوشته شده بود. تست شماره 14 بچه ترجمهش میگه که من زندگیم رو صرف تلاش برای اخطار به انسان‌ها در مورد خطرات وحشتناک
و اصطلاحات هسته‌ای کردم، همانطور که بسیاری از هموطنان من این کار رو کردن. ببینین تو تیکه اول جمله‌مون از ساختار ماضی نقلی استفاده کرده. ما بچه‌ها برای ساختار پرهیز از تکرار میتونیم از آس به معنی همانطور که، اوکی، همانطور که استفاده کنیم، یعنی نیاز بهش داریم. اگه آس بیاد اول جمله‌مون دچار وارونگی میشه. برای همین گزینه اول گزینه درست ما هستش. به اون ماضی نقلی قسمت اول جمله هم دقت کنین که میگه I have spent. خب برای همین ما باید از همون فعل کمکی have برای ساختار پرهیز از تکرارمون استفاده کنیم و تو جای خالی به همانطور نیاز داریم. گزینه صحیح گزینه 1. این تست یکم وحشتناک بود میدونم، چون خودم هم حس میکنم بد توضیح دادم بهتون. حالا اگه مرجع دیگه ای دارین حتما بپرسین ازشون که خیلی راحت و روونتر بتونین بهش جواب بدین. به تست شماره 15 دقت کنین. had better به معنی بهتر بودن و would rather به معنی ترجیح دادن. ما باید براش از فعل ساده استفاده کنیم. به خاطر این گزینه های 1 که ING داره، گزینه 2 مصدر با تو، گزینه 4 مصدر با تو و گزینه 3 جوابمونه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. اگه واقعا به دردتون خورد خیلی خوشحال میشم. خیلی کمک بزرگی میکنین که به دوستاتون پیشنهاد بدین که بیان ببینن. دیگه ببخشید دیگه در حد توانم توضیح دادم. اینجا که گزینه رو خط میزنیم رد میشن و پاسخمون گزینه 3 هست. با آرزوی بهترین براتون. خدا نگهدار.